جمهوری یعنی پلانی پخته، پلانی پیلا، پلانی میوه، پلانی گندم اجرا کن، خواجگی دار. برای چی رئیسای جمهوری ما در سالهای اول استقلال ناکام بودند؟ چون که اینا پرزیدنت، سیاستمدار، رهبر دولت نبودند، اینا رهبران خواجگی بودند. اینا ممکن بهترین متخصصان اینا بودن، پلان و 5 ساله و پخته و پیله و آبیاری و ساختمان بوده باشند، ولی اینا لیدران سیاسی دولت نبودند، چون که ساختار حکومت شورایی معین کرده بود که جمهوری این صلاحیت مسئله سیاست داخلی خارجی بین الخلقی به دوشی مسکو. باری اول اداره کنی سیاسی دولت، قدرت سیاسی در اختیار همین ملت قرار گرفت. فرقش از تمام دولت‌های 1000 سال اخیر این است که باری اول اداره کنی سیاسی دولت، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، تصمیم گیری، حل سرنوشت دولت در اختیار خود همین ملت است. دیگر ما مشاوری درباره کسی نیستیم. دیگر ما مشاوری درباره سلجوقی و خوارزمشاهی و غزنوی و قراخانی نیستیم. دیگر ما وزیر و مشاوری درباره منقیطی و دیگر نیستیم. ما اکنون صاحب همین دولت، همین ملت صاحب همین دولت، با نامش نوشته است که تاجیکستان است. این لحظه بسیار مهم در تاریخ دولتداری ماست و استقلال حالت است که همین دولت سیاست داخلی و خارجیش رو مستقلانه در دایره منفعت‌های خود معین میکنه. تمام. همین الان در شما گفتن استقلال چیست؟ یگان کتاب تعریف و برای امتحان در کار، برای حیات هم تگب در کار میگه استقلال حالت است که دولت سیاست داخلی و خارجی خود را مستقلانه معین میکنه. تمام. اگر همین شد نامش استقلال، همین نبود نامش استقلال نیست. اگر از همین نظری نگاه کنیم به جمهوری تاجیکستان، این اولین بار است که سیاست داخلی و خارجیش رو خود دولت معین میکنه. خود تاجیکان همین حقوق پیدا کردن که این سیاست داخلی، این سیاست خارجی. برای که همین لحظه رفتم 3 حجت مثال میارم بده. یکم شرطنامه امارت بخارا با حکومت پادشاهی روسیه سال 1868. در اونجا دقیقاً کوبه در موزه در روسا صورتشان چوب کردن. در اونجا نوشته که امارت بخارا سیاست خارجی خود را فقط با موافقه با روسیه پادشاهی پیش میبرد، یعنی حقوق سیاست خارجی ندارد. دوم حجت کانستیتوسیون اتحاد شوروی ماده 73 اونجا نوشته شده است که تقسیمات وظیفه ها بین جمهوری ها و حکومت مرکزی شوروی. در اونجا دقیق نوشته است که سیاست خارجی، رابطه با کشورهای خارجی، سودای خارجی، امنیت، دفاع و سیاست داخلی به صلاحیت‌های حکومت مرکزی داخل میشه. جمهوری حقوق نداره سیاست داخلی خارجی داشته باشه. جمهوری یعنی پلانی پخته، پلانی پیلا، پلانی میوه، پلانی گندم اجرا کن، خواجگی دار. برای چی رئیسای جمهوری ما در سالهای اول استقلال ناکام بودند؟ چون که اینا پرزیدنت، سیاستمدار، رهبر دولت نبودند، اینا رهبران خواجگی بودند. اینا ممکن بهترین متخصصان اینا بودن، پلان و 5 ساله و پخته و پیله و آبیاری و ساختمان بوده باشند، ولی اینا لیدران سیاسی دولت نبودند، چون که ساختار حکومت شورایی معین کرده بود که جمهوری این صلاحیت مسئله سیاست داخلی خارجی بین الخلقی به دوشی مسکو. حتی این استادا میدونن که در این جمهوری تاجیکستان فن سیاست شناسی اجازت نبود. یگان سیاست شناسی نداریم که سابقه دار باشه، اما معلمای تاریخ، فرهنگ، ادبیات اومده مال سیاست شناسی شدیم، چون که این فن نبود. نه بچه‌ها رو یاد بسازیم سیاست شناسی. بنابراین
در کنستیتوسیون اتحاد شوروی دقیقاً نوشته است که جمهوری حقوق سیاست خارجی داخلی ندارد. الان که حجت سوم کنستیتوسیون تاجیکستان مستقل ماده 69 چه میگه که برنامه شماره صلاحیت‌های پرزیدنت میگه که سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی رو معین میکند. اگر رنگی من خیلی شاعر میبود باید قوس میکشد و گفت خودش معین میکند، از هیچ کس نپرسیده معین میکند در دوره منفعت‌های ملی. چرا؟ چون که کنستیتوسیون باید که حجت دقیق باشه و جنایش است که پرزیدنت تاجیکستان سیاست داخلی و خارجی رو خودش معین میکند. همین نامش استقلال، نامش استاتیای استقلال یا بند استقلال در کنستیتوسیون. پس هر باری که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میاد به صحنه، میاد به منبر، پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی رو ارائه میکند، همین لحظه تنتنه استقلال. زیرا اگر شما در تلویزیون دیدید یا کسی اشتراک کرد، این ایسا سفیرهای خارجی رو میشنوند، ایسا وکیلای مردمی رو میشنوند، زیاییان، امام خطیبان، آدمای مشهور، جوانان، پرزیدنت میبرند مثلا همچون رهبر دولت مستقل تاجیکان میگه که برادرای عزیز، این سیاست داخلی من در این سمت‌ها، این سیاست خارجی من نسبت افغانستان است، منطقه است، ایران است، پاکستان است، آمریکا است، روس است، چین است. این موقع ما این لحظه تنتنه استقلال است. بالا چند جا گفتن که وقتی که مردم با پیام بسیار لباسای خوشرو پوشیده میرن، مرداکو میرن گلستیکای نو میخرن، کورتاهای نو با پیام رفته ایستاده، این خانوما میرن در سالن خودشون از زیبا میکنن، پگا پیام ما دعوت نامه دارم. همین درست است، چون پیام یک عید است. پیام یک عید است، بگذار همین خیرآور مردم و در سمت خارجی هم میخیر. وقتی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون رهبر دولت مستقل ملی میره در سازمان ملل متحد در تشکیلات جهانی گپ میزند، همین لحظه تجلی استقلال در سطح بین خلقی است. زیرا این آرمانی هزار ساله های مردم ما بود، نسل به نسل در این رو مردن. از این استاد رودکی تا شیرینشاه شورتیبر و عینی همی ارزوه داشت، ولی اگه کنکریت مشخص دیم، این صحیفه فیسبوکی من التماس یک بار کوبه عبدالله رهنما حکم قتل نصرت الله مخصوم متنشه من همجا موندم کپیشه حکم قتلی که چرا نصرت الله مخصوم کشتن. در اونجا نوشته است که این آدم برخلاف سیاستی لنینی و مارکسیستی درباره ملت، این میخواست استقلالیت داشته باشه، این میخواست دولت مستقل باشه، این برای می کشته شود. این آرمانی و همی بود. بنابراین وقتی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میره در سازمان ملل متحد از نام ملت گپ بزنه، صدا بلند بکنه که ما هستیم همچون دولت ملت، من میگم که اما آرمان نصرت الله مخصوم عملی شد، آرمان استاد عینی عملی شد. ولی استاد عینی را ما همین پیش استاد ادبیات خیلی ما استاد عینی را بسیار در حقش جبر کرده، همچون نویسنده و ادیب و شاعر مطرح کرده. خیلی مردم که همین استاد عینی یک ادیب بود است. فقط استاد عینی پیش از همه سیاستمدار بزرگ، یک کتاب به خط فارسی از شعله انقلاب مقاله سیاسیشون جمع شده است در کلیات هم است. 103 مقاله من شخصا حساب کردم، 103 مقاله درباره سیاست خارجی و داخلی داره. بعد وقتی که دید که همه را میکشن، تمامی نسلش کشته شد، هیچ کس نموند، دید که دیگه عملی نمیشه. بعد استاد به ادبیات گذاشتن. من خیلی با جسارت میگم که استاد عینی در ادبیات پنهان شده است. بعد داخونده و مرگ ستار و غلامان و اینا علاقه آثار دوم درجه عینی است. عینی یک سیاستمدار کنسپت سیاست داخلی خارجی دولت مستقل تاجیکستان را نوشته است، ولی چون دیدن که اینا دیگر گفتن که استاد نمیشه، شما ولایت یک کشور میشید، شما مستقل نمیشید. بعد استاد رفتن به ادبیات. دولت ملی ما جمهوری تاجیکستان امروز
گارانت یا کفیل بقای ما همچون ملت است. از این رو ما هر عملی که میکنیم همین رو در میانه میگذاریم. چرا من کتاب نوشتم با نام دیدگاهی دولت محور. خب دیدگاه دولت محور به این معنی که اینه دیده محور یعنی مرکز استرژن، یعنی که در این مرکزی جهانبینی من در مرکز اندیشه من همیشه دولت استاده است. دیدگاهی دولت محور. فما یعنی هر عملی میکنه میگیم که همین به دولت ضربه میزنه یا نه، به دولت ضرر داره یا نه، به ملت تهدید میکنه یا نه. انا از روی همین ما جدا میکنیم که این رئیسمون این رئیسمون. هر عملی ما در دیدگاه دولت محور از این سرچشمه میگیره که به ملت، به دولت، به فرهنگ، به هستی ما چقدر ضربه داره.